در تاریخ نوین تاجیکستان صاحب سیخل 25 ایون سال 2026 باز یک صفحه نو گشوده شد و در این روز سازمان ملل متحد با قطعنامه مخصوص خود تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت ما را درباره 10 ساله بین المللی صلح برای نسل آینده سالهای 2027 2036 را قبول کرد. من فکر میکنم قبول این قطعنامه البته ادامه منطقی تشبث‌های جهانی پیشوای معظم ملت در راه نجات انسانیت بود، اما این قطعنامه و این تشبث نوبتی برای جهان امروزه بیش از پیشتر و پیش از پیشتر بسیار هم مهم و ضروری بود. و امروز ما میدانیم که در کره زمین در تمام منطقه‌های کره زمین جنگ‌ها ادامه دارند و البته در اینجا نسل نورس کودکان نیز زیر شکنجه هستند، می‌افتند، یتیم میمونند، بی‌پرستار میمونند و امید آنها به زندگی آینده نه اونقدر روشن است. و فکر میکنم برای نسل‌های آینده پیشنهاد کردن صلح و ساختن یک صلح و ثبات و یک مناسبت‌های بین المللی که به همدیگر فهمی و به واسطه صلح و ثبات کلی جهان و انسانیت باشد، این تشبث بسیار مهم ارزیابی می شود. و فکر میکنم ما وقتی نسل آینده میگیم آنهایی در نظر داریم که این زمان احتمال در بطن ما دارن، این زمان در مدرسه تا مکتبی اند و در پس پرتای مکتبی هستند، یعنی در قبول قرارهای سیاسی امروز آنها سهمگذار نیستند و امکان هم ندارند، اما قرارهایی که امروز قبول کرده می شود به واسطه به تقدیر این نسل نورس، نسل آینده تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین دعوت پیشوای معظم ملت و رهبران کشورها و جامعه جهانی که ما به خاطر نسل نورس باید در جهان امروزه یک فضای همدیگر فهمی، صلح و ثبات، فضای یکدلی را آفریم. این دعوت بسیار هم مهم، دعوتی و بسیار هم سری وقتی است و فکر میکنم با این دعوت پیشوای معظم ملت ما علاقه همچون یک پیشوای انسانی در عصر 21 پذیرفته میشوند و این زحمت‌های پیشوای معظم ملت ما ارزش‌گذاری میشود و بعد تشبث‌های آن کس احترام کرده میشود. و ما شاهد هستیم که همگی یک ماه پیش 25 ماه می سال 2026 پیشوای معظم ملت ما با جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد سرفراز گردانده شده بودند و در آنجا نیز در اساسناکنی سرفرازی پیشوای معظم ملت ما تمام همین نکته ها تاکید گردید که پیشوای معظم ملت تاجیکان در راه نجات بشر با تشبث‌های جهانی خودشان مثلا در مسئله آب و اقلیم امروز پیشرفت هستند و تشبث امروزه باشد این باز تصدیقی همون گفته هاست و من فکر میکنم امروز اهل جهان با سخنهای پیشوای معظم ملت ما گوش میکند و باز تاکید میکنیم جهان امروزه پیش از هر وقته به صلح نیاز دارد و همدیگر فهمی نیاز دارد و انسانیت در پیش روی فاجعه های بزرگی نه تنها سیاسی و اخلاقی و مالیوی در پیش بحران‌های زیاد قرار دارد و تنها توسط همدیگر فهمی، تحمل پذیری، صلح و ثبات میتواند آینده انسانیت روشن باشد و آینده انسانیت را نیز با همین دعوت‌های پیشوای معظم ملت ما میتوانیم روشن کنیم و وظیفه شخصی ما آن است که در هر کجا باشیم این یک افتخار برای تمام تاجیک و تاجیکستانیان است که در عملی شدن همین 10 ساله کوشش کنیم، غیرت کنیم، ترغیب و تشویق کنیم و در راهی به دست آوردن یک صلح جهانی کوشش کنیم.